بهت میگم بابا اصلا اینطوری که تو فکر میکنی نیست. نه اینا همش مثل آموزشه. ای بابا بیا حالا یه قلو بخور. نه بخور دیگه. ای بابا حالا ما هر چقدر برای این دوستمون توضیح دادم که این یکی دوستمون که پشتش به ماست همش برای آموزش گوش نمیداد. پس بیا اینجا که تمام نکات هر دوتای این شکل که خیلی مهمن و از 0 تا 100 بر توضیح بدم. اول از کله سرشون شروع کنیم، به استخوان‌های جمجمه نگاه میکنیم. طبق نگاه دقیق تری که توی این شکل ممکن نیست تو بقیه شکل داریم، علاوه بر پس سری از پشت قسمت‌های استخوان گیجگاهی هم دیده میشه. استخوان‌های آهیانه رو میبینیم میایم پایین‌تر. مهره‌های گردن، مهره‌های کمر، دو تا آخر مهره کمر با بقیه‌شون خیلی فرق میکنن که آخریه هم متفاوت ترینه و تو یکی دیگه از شکل‌های کتاب آخریه رو نشون داده. کلاً 26 تا دونه مهره داریم. قسمت‌های محوری رو حتما حواست باشه. بریم سراغ این یکی شکل به بنده خدا هم برسیم. آقا اینجا دنده ها رو داریم، برگشتیم همینجا. دنده ها همشون از پشت با مهره‌ها یکی میشن. ببین خدا وکیلی به درد میخوره ویو پشتم دیگه. همشون از پشت میان و مفصل تشکیل میدن. از جلو فقط تا دنده شماره 10 که حالا 8 و 9 و 10 هم با یه قضروف میان مفصل میشن، یعنی تا 7 قضروف خاص خودشونو دارن. 8 9 10 یه قضروف، 11 12 هم مفصل نمیشن. پس دنده ها رو با هم دیگه گفتیم. بیام ترقوه رو داریم، بعدش استخوان باز رو داریم. یه نکته خیلی مهم برمیگرده به زنده زیرین زبرین. ببین اینجا این دستتو لمس کن قشنگ. این استخوان کوچیک‌تر از این یکیه دیگه. این زنده زیرینه که تو سطح داخلی وجود داره. دستتو اینجا میکنی، اینجوری در نظر میگیری زنده زیرین در سطح داخلی. اینجا رو نگاه کن، زنده زیرین داخلی. یه نکته مهم اینه که اینجا این مرکز داخل بدنه. برای یاد گرفتن این نکته حتما این رو توی ذهنتون داشته باشین. پس زنده زیرین که در سطح داخلی قرار داره، یکی از نکاتی که باید بهش توجه بکنین، در سطح پایینی زنده زیرین باریک‌تره ولی در سطح بالا قطورتره. زنده زیرین زبرین هر دوتاشون توی تشکیل مفصل آرنج دخالت دارن. هر دوتاشون توی تشکیل مفصل با استخوان‌های ریزه میزه مچ دخالت دارن. استخوان‌های ریزه میزه مچ و بعدش هم انگشتان رو داریم که زنده زیرین رو داریم. زنده زبرین، زبرین همراستاست با استخوان شست. پس با بند شستمون همراستاست. چی؟ زبرین بالایی با شست همراستاست. پس اینم از این قسمت. آقا اومدیم برسیم به قسمت در واقع مفصل شدن مهره با نیم لگن. از پشت که نگاه میکنی مهره با نیم لگن مفصل میشه. پس مهره‌ای که با نیم لگن مفصل میشه از پشت هم مفصل میشه. اینجا داری میبینیش. حالا نیم لگن ها خودشون از جلو با هم دیگه مفصل میشن. پس از جلو با هم مفصل میشن، از پشت با مهره مفصل میشن. هنوز ادامه داره، پر از نکته است این شکل. هر چقدر بگم هنوزم نکته داره. مهمترین هاش رو دارم بهت میگم دیگه. جمع کنی واقعا شکل رو. این قسمت استخوان رانه. استخوان ران کاملا عمود نیست، یکم توی شیب داره میبینی. بعد توی قسمت سرش یه قسمت گویی داره که میره توی کاسه استخوان نیم لگن قرار میگیره. بهش میگن آفرین گوی کاسه‌ای که روی سرش هم یه بخشای کلاهک قضروفی داره. بعد توی قسمت بچه‌ها، توی قسمتی که در واقع ما کشکک رو داریم، یه نکته خیلی مهمه. یعنی مدلیه که ما توی زنده زیرین و زنده زبرین، من یه نکته به شما گفتم که بچه‌های من زنده زیرین و زبرین هر دوتاشون تو آرنج شرکت میکنن، ولی اینجا توی مفصل زانو قسمت در واقع این قسمت استخوان کوچول موچولوه که برمیگرده استخوان نازکنه اسمشه، اصلا دخالت نداره. یعنی توی زانو دخالت نداره ولی تو مچ داره. حالا تو زانو دخالت نداره، درشنه‌ای داره. میریم سراغ مچ. توی قسمت قوزک داخلی مال درشنه، قوزک بیرونی مال نازکنه. اینجا نازکنه قسمت بیرونی قرار داره. پس اینجا داری نازکنه قسمت بیرونی میبینی و شرکتشون توی مفصل زانو که گفتم نازکنه دیده نمیشه. توی دسته‌بندی استخوان نامنظم داریم، دراز داریم، کوتاه داریم، پهن داریم. همه اینا رو برات قبلا توضیح داده بودم. همین الان خودت هم میتونی با این شکل مرور کنی. نکته کشکک جز هیچ کدوم از اینها آفرین نیست. پس این شد این نکاتی که اینجا از روی این شکل باید نگاه میکردی. تمام نکاتش رو از سقف سرش تا آخر کف پاش بهت گفتم. نکات بقیه شکل‌ها رو ریختم تو این. حتما خودت یه مرور دیگه بکن که برات همشون جا بیفته. بازم با شکلای بیشتر میبینمت.